کم سر بگذاره خوبه. بگو گلامه ای مرد، ای گناه، ای سپرزی، کمی 10 دقیقه دست تو به سر خود داشته نمیتونم. تو اخلاقی رو نگاه کن، چه اخلاقی داره. سپوزی خود تو بخی برو یک کمکی آب نبات بخور. چی بستونم؟ آب نبات دشلمه که تو میگی. یعنی من خونی خوره دست تو به کجا بپا کنم ها؟ چرا؟ به قرآن امروز صبح میرم با اون تا در خوجه سب همین جگا میشینم، میرم با بست خوجه سب میشینم و دست تو خمر پاک پی بچوری دیوار شکست میکنی تو میگی یک نفر آدم میشته تو جوری دو میری جگا میشینی میگی بدیم به نام الله. آخه هم یک هفته نمیشه 1 کیلو دشنه استان. 1 کیلو دشنه تا چی بده تو به قرآن؟ یعنی نواسات آمدن خوردن. آخه لوکه که نواسا باشه تو پوری چی؟ خدا نکنه. چرا جلوگیری نمیکنی؟ خدا بکنه که تو همه قدر من درک نمیکنی. 1 کیلو دشنه مردم 1 ماه میخوره، تو به 1 هفته پاک به 1 کیلو دشنه بخوردی. خب خیلی واکو آرون بدل بوم که یک دفعه خودتو گپ زن و گپ به خوبی و به مقبولی بگذی. همه را خودتو گپ زن و قناق نده بیدرمون سپوزدی به چی گفتی؟ نواسا من نفرین نکنی دیگه به خاطر $1 دشلمه. آخه تو مر وادار میکنی، 1 کیلو دشنمه بسته قومی تو 1 ماه مصرف نه، تو به 1 هفته خلاص میکنی. بفهمیدی؟ چون کجا بخورم قبل قوما من نزن فقط بگیم 2 کیلو مینوی آورده یا 2 کیلو قند آورده تو هم جان بزدی 1 کیلو دشنمه بودی و هم نواساتو بیمون نفر تیویجیشتم بخوردم دیگه. چیه دیگه؟ نمیستی که بخونه پیر برار تو چاکلت میخورم، چاکلت گز میخورم. ندیدم. نه تو مدام میری دشنمه چیشیده پیش تو میارم مثل تو گدا. ندیدم اینا. تو بخورم چون که اسم قوما من نیا. قومی منیه. من امروز به سرم دشلما مگر خیلی تو معلوم کنم که یا تونی که بخونی مادر خو میدی یا بخونی خوار خو یا بخونی برار خو. ای برو. چرا 1 کیلو دشلما 1 هفته بره هم؟ چرا 1 هفته بره؟ بومو 4 تا دشنمه بخونی مادر خود. خدا مادر احتیاج مادرش به تو نکنه. تو بری بخونی نمیشینی مادر مینو به سر تو پاش میده. بدیدم ها. بدیدم. یه باز مینو یک بدیدم پشکل به تسرم پاش داد مینو بود. آخه نوش جانت. آدم مادر به مینو نوش جانت. پاش دادم بعدیا به تصرف پاش ندم خود اینو بخورم که از این سر میخورم. گپ نباشه تو بخورم موزه گپ نزد اسم خورمادم نیا خورمادم 24 ساعت قصه تو شیشته نیا. یعنی اونا نمیان چی؟ قیدش لمار مادر من قبرستان زنده. خب بخونه میام بخونی دوست جانی میری که دوست بخونی دشمن جانی میری که دوستی بگیره و دارو بخاطر من میام بخاطر واسه تو کنشتاقه میایم اونو دوست بگیره و دارو. میگم کله من خراب نکن بفهمی کله من خراب نکن که نباید بخواه که میمون میایه هر چی نمیگم بقرآن گنده کرده بلا 100 گپ 1 گپ خب خوار تو که چی مادر تو که چی همین 7 پشت تو از قبرستان زنده نشه دشلمه امرو به دهن اینا نمیره. بودش اخلاق گند تو بشوره که اشته اخلاق گندی داری که ارمان به دلم بامو که یک دفعه کلمه گفه بوده بزنم تو به خوش اخلاقی جواب بدی خدا بگم مادر پیامه چکار کنه که به میت گوشنه گدایی نمیدادم. به گوشنه گدایم من گوشنه گدایم من بد اخلاقم. تو بد اخلاق ذره به فکر من باش، 1 ذره به فکر ما باشن. نگویم که مثل خوری خکی بری به جون افتادی. آخه بد اخلاق دم 1 کیلو آب نبات تو داره میشی. آخه اگه 1 کیلو آب نبات نگیرم، جلوی برنج نگیرم، جلوی قروغن نگیرم، جلوی خرید تو نگیرم، جلوی لباس تو نگیرم، جلوی بیرون تو نگیرم، تو خودت تبا میکنی. باور به خدا بکن مگر برم به دم خوجه سه و مجدا پرته کنم خود. دم خوجه سه من قسم تو چیزی نمیده. از بی اخلاق تو. برفتم به اخلاق میت خراب و اخلاق خانواده تو خوب. تو میفهمی هر خاک مرد میموناتو میای هر کار می بکن. برو. سلام خوبی سلامت باشی زنده باشی. نه خواه چی زندگی تو رو زندگی که برای من ساختم خدا بگم مادر پیام چه کار کنه که من چیزی گداگوشنی نمیدادم. نه بابا چیزی سختی هست که دیگه چی بگیره و دست نمیچکه. از اون صبح تا بار خودی شریعت دارم تا میگم بیا برم 1 کیلو دشلمه بخواه 1 کیلو دشلمه نمیخره.
به خدا خواهم من خسته شدم از این زندگی. چی زندگیه که من دارم؟ نه کاش که بفهمه همه هر چی ولی نمیگی. مرغ یک پا داره، همه گپ خوری، گپ خود خوبه فقط به کرسی میشونه. ادگرها هیچی، تو نمیفهمی، تو بیعقلی، همه او میفهمه. همه میدید چیزی سختی هست. به قرآن تو گفتم او دست نمیچکه. نه عملی روحه بخونه نداریم، بریش بخونه نداریم، هیچی بخونه نداریم. هر چی میگم هیچی. خوبه فقط یک کسی باشه که بدون اخلاق ازی بفهمونه. کدو دکتر؟ خوبه روانشناس. خوبه خدا خواه میبرم برای میکنم به پیش به دکتر روانشناس. فقط اخلاق از من خوب شه. نه اخلاق خوشی از این دوباری ندیدم. نه هم گپ میزنم میگم قناق لکک سپوزی داده بیدن ما. همه اخلاق خوش از یمینه. من یک اخلاق خوبی بری از این ندیدم. خوبه که دست در نکنه. من بگو که ببرم پیش می روانشناس بره. باشه من میگم باشه. اجازه است؟ بفرمایید. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. خوبین سلامت؟ سلام بخیر سلامت. سلام خواست. خوبی سلامت زنده باشه. شما خوبی؟ خواه نه هیچ باشه. یک دقیقه صبر کن. سعی کنیم دکتریم روانشناسیم هر کسیم خود کنیم. من شکر الحمدلله مریضم، نه مشکل چیزی دارم، فقط اینمی زن حال خیلی شله شد که تو بیا بره. حالا هم سعی کنیم اگه مریضم خب بگیم بریم، اگه مشکل چیزی ندارم بگیم سر با خود بریم و دعای چیزی نوشته نکنیم یا گپ مفهوم کستر کنیم. سعی کنیم برون. اولا که شما مریضی رویی دارید فعلا. بله؟ مریضی رویی دارید. معلومه خیلی هم مقبول، خوب هیچ مشکلی هم ندارم. بفرمایید خواهر چی مشکل دارن؟ ای برا نپرسه. من چند سال بخونی از اینا. دل ببرتم خونده با خدا برا. اگه میگم دشلمه کمتر بخورین دل تو ترخوندم دل تو خدا بترخونه. دل تو خدا بترخونه. هیچی برا گفته نمیتونم. انم گپ خوبی میرم خیلی به مقبولی بیدا میکنم. میگم بخی بیا برو یک کیلو دشلمه بخر. الله گناهشه، الله لککشه، الله سپرزشه که میایه چرا خواهد میایه چرا مادرت میازی سعی کنید من بگم به کدو خونه دیدین که به یک هفته 1 کیلو دشنامه مصرف شه؟ به کدو خونه دیدین؟ من به یک هفته 1 کیلو دشنامه اینا قراق داده. من نمیفهم که به خواهر خود داده، به مادر خود داده، به کی داده؟ هم 4 تا دشنامه شما به خدا دستم چی که به خور مادر خود داده؟ نواسای میم میخورم. لوکر که نواسا باشه. اما مشکل شما بفرمایید. شما چرا برای این رقم؟ چی رقم؟ چرا قدر سختی میکنیم؟ چی سختی میکنی؟ سختی میکنه برای آینده خود میکنی، به شما چی ربطی داره؟ سختی میکنی. معلم اخلاق ما شده. خدا که تو به کی جمع میکنی پول؟ به کی جمع میکنی؟ به کی جمع میکنی؟ آینده تو که بسته با خودت من تو. نمام آینده. میگم جنجال نکنیم این مشکل شما بفهمید. سختی میکنم با واسه که فقیرم. میفهمی چرا تو فقیری؟ نه. به خاطر از اینکه آدم بخششگر نیستی. آدم اینی که ببخشی. یک رقم گپا میزنی تم دکتر جان. هم آدم غریب از کجا داره که بخشش کنه؟ از کجا دارم؟ تو بگو. من به 1 کیلو دشنامه خیلی زن خب هم میزنم. تو میگی بخشش، از کجا بخشش کنم؟ خدا تعالی قربانشو بده به که بخشش کنم. برو جو. جق نکش. تو همه چیز داری. همه چیزی داری که بخشش کنی. چیزی که دروغا کتی میگی؟ من بر من لطه سرخ میبینم خیال گوشت میکنم میگه همه چیز داری. از کجا دارم؟ اگه میدیش نما میدیگم بدون. آخه بخشش بینیه که مگر تو 100% پول داشته باشی. بعد چی داشته باشی؟ فعلا همین شرایط به تعمیر شهر همه چی پول شده. همه پوله. به خدا پول نداشتی که از تو به مجلس خبر نمیکنه. پول نداشتی تو به ختم قرآن خبر نمیکنم. پول نداشتی سلام تو علیک نمیگم. پول نداشتی تو به جای که شیشی 100 دقیقه گپ بزنی. گپ تو تایید نیه، گپ پولدار تاییده. گرفا شما صحیحه برای. سعی کنید بخشش گفته به شما که پول نیست. بخشش اینه که تو صورت زیبایی داری و در صورت تو باید لبخند باشه که با
خانواده یا همین خانم رو لبخند بزنید. این میگن بخشش. متوجه شدید؟ نداره. بخشش اینه که دامان خوبی داشته باشی. دهن مگندیه؟ چه کار شد؟ خیلی هم دهن خاکش جیریه که شما میگید دهن مگندیه؟ نه. خب چه کار شده؟ دهن تو خیلی قشنگم هست. اگه بخندی خوشحال شد نمیشه. دهن مقبولی داری، من تو از دهن تو گپا خوبی به در نمیشه. خب خیلی بینیم خب از دهن مگپا خوبی بینی نمیشه. بله. اشته کنو که دهن بخشش اشته کنو که دهن مگپا خوبی بشه. بخشش همینه، به جای از که خود خانم خوب بد اخلاقی کنی حرفای مقبول و قشنگی بزنی. اینی بگن بخشش. متوجه شدی؟ بخشش اینه که قلب مهربانی داشته باشی و این در قلب خود روی خانواده مردم و خصوص خانم خوب باز کنی. این میگن بخشش. هنوز چیزی نداری، قدرت خدا رو بگن، همه چیز با اون داده. بخشش اینه که چشم داشته باشی. چشم. و چشم خود چیزای خوبی ببینی، چیزای بد نبینی. متوجه شدی؟ این میگن بخشش. بخششش این میگن که یک تن سالمی داری شد. سالم هستی یا نه؟ آه شد. خب بخشش برای میگن که تو تن سالمی داری، از تن خود استفاده کنی، کمک با آدمای ضعیف، ناتوان و همچنین خانم خود کمک کنی در کار خانواده. به این میگن بخشش. بفهمیدی؟ یاد تو باشه که هیچ کس فقیر نیست. فقیر کسی فقر روی داشته باشه مثل تو. همیشه فقر روی داری، مشکل روی داری با خانواده خود جنجال میکنی. تو میگن فقیر. متوجه شدی؟ روز بگی برو اخلاق خوش نداره. یعنی اگه همین بود از زبان خونه به یک طریق خوب استفاده کنم، از چشما خوب، از قلب خوب، یعنی فکر میکنم من بخشش کردم. بله 100%. یعنی مشکل مبنی حل میشه انشالله. 100%. به جای ازی گفتم، به جای ازی که تو میری خود خانواده خود جنجال میکنی، از دهن خود دهن مقبولی داری، درسته؟ از دهن خود گپای خوبی بزن. چی نیاز داره که تو خاطر اکیلی داشته می جنجال کنی؟ نداری؟ با خانم خود درست صحبت کن. امروز ندارم، صبر کن و بر خدا، فردا بر خدا. 100% هم خدا برای تو میده. میگم بخشش.